بسیار افتخارمندیم که مهمان اداره ما هستند مهرزاد نازنین از ایران، یکی از سرآورده‌های جوان با استعداد و هم بسیار هنرهای خوبی دیگر هم دارند، درمان شفایی هم میکنند. و استاد فیضعلی حسنوف، هنرمندی مردمی تاجیکستان که به هم معرفی نیاز ندارند و چون در اینجا قران سعد شد، هم شما جوان سال دیده و هر دو که پرچم بردارانی فرهنگ یگانه فارسی و تاجیکی هستید، من میخواستم که شما زنده یک سرود را میخواندید به آهنگ، اول شما و بعدا استاد. همیشه میگن اول بزرگتر پیش کسبت. بزرگا شما صحبت کنید، شما مهمان. ما مهمان. ما میزبان. مهمان هستید. بزرگا همیشه گذشت میکنن. مرسی از تعریفتون و ممنون از انرژی خوبی که داشتید. و من سلام دارم خدمت مردم دوست داشتنی بانو میهمان نواز شهر زیبای دوشنبه کشور تاجیکستان، تاجیک های نازنین. و خوشحالم که اینجا این مدتی هم که بودم با من از فرهنگتون و از مهمان نوازیتون بسیار بسیار لذت بردم. خب یه آهنگ از ساختهای خودم رو که سال 96 ترانه‌اش رو نوشتم و ملودیش ساخته شد و پخش شد، پخش جهانی شد. اونو براتون میخونم با نام ایرانم کو. صدام که میکنی یه بغض بی بدی نشستم رو بروی غروب سرزمین، سکوت این روزا فقط خدا میدونه. هر گوشه ای از این خاک حالا شده ویرونه. این درآمدش بوده، کار بعد من ساز و موسیقی. بله بله، انشاءالله با دوامش هم گوش میکنیم. استاد شما اول اینکه صدای جوانان را یک بها گذاری کنید، بعد خودتون میخورید. من با عزتون میخوام بهشون اینشون بگید هست. صدای خیل و پارم، صدایی که از دل میبراید. وقتی از دل صدا میبراید این صدای صدقان است و معلوم میگردد که آقای مهمان امروزه قلبش پاکیزه است، وطنش را دوست می‌دارد، ملتش را دوست می‌دارد. و بار دیگر میگویم که قدم شما سرمه چشمی ما تاجیکان است. تاج سری نوسته، تاج سری. با فلک شباهت داشت خونده داشت. اما سگاه ایرانی و فلک خیلی شبیه. بله بله بله، شباهت دارند. بله بله. از شما کن.
من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم باغی بهشت و سایه توبی و قصر هور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم حافظ جنابی پیری مغان مأمنی وفاست من ترک خاک بوشی این در نمی کنم احسن احسن رفتن و ناآمدن باید زی آب آموختن سودشی لختی جگر را از کباب آموختن از سری دنیا گذشتن کاری هر نامرد نیست باید این همت بلندی ز آفتاب آموختن عمری عزیز فرصتی دوران غنیمت است عمری عزیز فرصتی دوران غنیمت است چنگ و رباب صحبت یاران غنیمتی آفرین احسن درود بر شما. سلامت باشی